دوستای خوبم سلام، وقت همگیتون بخیر. در خدمتتونیم و توی این ویدیو میخوایم در مورد بودجه بندی جدید آزمون زبان ترم دوم امسال برای امتحانات نهایی 10، 11 و 12 باهاتون صحبت کنیم. بریم ببینیم امسال چه تغییراتی داشتیم. خب در هر سه پایه 10، 11 و 12 امسال ما هیچ بارومی برای مهارت گفتاری یا همون اسپیکینگ نداریم. برای مهارت شنیداری بارم ما امسال 7 نمره برای ترم دوم خواهد بود. برای مهارت نوشتاری هم همون 7 نمره. برای مهارت خوانداری یا همون ریدینگمون 10 نمره داریم در هر سه پایه. برای گرامر یا دستور زبانمون 8 نمره داریم و برای واژگان یا وکابیلریمون بازم همون 8 نمره رو توی هر سه پایه داریم که مجموع این نمرات میشه 40 نمره که تقسیم بر 2 میشه. خب حالا تغییرات این امتحان امسال نسبت به سالهای گذشته چیه؟ اینکه در این امتحان بارم مهارت گفتاری و مهارت شنیداری خیلی کم شده و این به شدت به نفع دانش آموزای ماست. چرا؟ چون که اکثر دانش آموزانمون میدونیم که توی این دوتا مهارت گفتاری و شنیداری مشکل دارن که البته پیشنهاد میکنم اگر اینجا مشکل دارید حتما ویدیوی ما رو که مربوط به مهارت گفتاری و شنیداری رو ببینید و کاهش این بارم ها باعث میشه که بچه ها بتونن توی اون واژگان و دستور زبان یا گرامرشون خودشون رو تقویت کنن و در نهایت بتونن نتیجه بهتری داشته باشن و توی نمرات کتبیشون عملکرد بهتری رو کسب کنن. خب اگر که میخواید همچنان با امتحانات ترم دوم همراه به ما باشید و تحلیل سوالات رو ببینید حتما یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا بقیه ویدیوهای ما رو ببینید و ازشون جا نمونید. متشکرم.